که با ارمیا اگر خواندگی نباشد و لیکن در خدمت در عسکری خدمت کرده باشد با او شوهر میدید؟ این زشته تقدیر نصیبه که با شوهر میباره. گفته من نمیشه، گفته الله میشه. خب تشکر. شما میخواید که شوهر آینده تون در عسکری خدمت کرده باشد؟ البته میخوام. برای چی میخواید که شوهر خدمت کرده؟ برای آن که در دولت خدمت کردگی است. خب سلام علیکم. خود رو معرفی میکردید؟ من محیبه دانشجوی کورس یکمی دانشکده صنعت تصویری و دیزاین میشم. تشکر زیاد. میخواستم پرسم که میخواهید که شوهر آینده تون در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ اگر در دیگر شهر خدمت کند البته میخوام. مثلا میخواید در کدام شهر خدمت کند؟ فرق ندارد. در خوب میخواید که دخترتان در فرزندی خدمت کرده شوهر دید؟ در خدمت کرده اما بچه که خدمت نمیکنه در خدمت میترسد و میگریزه و چی آدم گریم چی را میفهمد و جوانم نمیفهمد چی را نمیفهمد در که میگریزه. خب اگر همون پسری که به دختر شما خواستگار میشود خدمت نکرده باشد با او دختر میدهید؟ نه. خب برای که زندگی را نمیفهمد خطی دختر خطیش چقدر زندگی میکنه. سلام علیکم. و علیکم السلام. خود را معرف میکنید؟ من خواجه سمردین. خب برادر عزیز میگفتید که شما در قوای مسلح خدمت کرده اید؟ بله. چند سال شد خدمت کردنتونه؟ 5 سال شد ارمیا را بود که شما از خدمت کردنتون پشیمان نیستید؟ نه. خدمت ساعت فویز بود خرد خوراک نشدی سال لباس همش خدمت نقد خدمت نبود که مثلا بسری بلند بود که بین اومد. شما پشیمان نیستید که خدمت؟ خب امروز جوانان از خدمت حربی میگریزند به هر گونه، مثلا به دانشگاه داخل میشن تا به خاطر که خدمت نکنن یا به روسیه میروند و بهانه‌های زیاد. شما با آنها چی گفتنی هستید؟ و چخیل کمک خواهر جون ما مقصد بود ایسابی مقصد به عقلی میشود میگریزند. وقتی که خدمت هر شهروند باید را خدمت نه پدر و مادر خچه میسواد خواهر داره اپا داره اوچه داره میره مثلا محافظت کن در کل مثلا بچه‌ای که هستن نبود کن خدمت ما را تا همه قصولا محافظت کردن. ما رفتیم بو جای ما دهیست کیم که ما محافظت کنیم ما میخواهیم که دودارای ما هم خرنگی ما خدمت نم با سر بلند برگردن بیان خواهد. خب سلام علیکم. سلام علیکم. شما میخواهید که شوهر آینده تان در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ البته پجام برای که به قدر زندگی بعد به همه چی میرسده. اگر بچه‌ای که به شما خواستگار شود و خدمت نکردگی باشد میگیریدش؟ نه. نمیگیریدش. خب سلامت باشید. سلام علیکم. السلام علیکم. یک سوال داشتم، میخواستم دانم که شما میخواهید شوهر آینده تان در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ البته میخوام برای که زندگی آینده رو پیش برده میتونم. خب اگر جوان در دانشگاه عالی تحصیل کرده باشد و در قوای مسلح خدمت نکرده باشد میگیریدش؟ نه. من 45 سال انا خواهر عزیز در خدمت حربی گشتگی. خب من میخوام که پسرانم دخترانم هم خدمت کسب پدر انتخاب کنند. دخترچه منم حاضر انا وای کسب من انتخاب کردگی. خدمت حربی دن چه عنوان داره شما؟ من پالکونیکی استعفا. شما استعفا دادید؟ سعیدو شریف خوجا. دخترانتون اگر یک بچه بیاد که خدمت نکرده باشد به اون به شوهر میدهید؟ با فکرم نه. برای چی نمیخواید؟ باید که هر جوان مرد خدمت وطن کنه. هر جوان مرد خدمت وطنش کنه. من نمیخواهم که داماد من یا که کلین من خواهد که کلین میکنیم چی نیست. لیکن نمیخواهم که دامادم وای باشه. خدمت نکرده باشد؟ خدمت نکرده باشه. من همه خیلی وای میدونم. خب من مهدی هستم. شما میخواید که دخترتون به سرباز به شوهر برود؟ نه. چرا؟ چون سرباز سنش پایین، معمولا بین سن 18 سال تا 21 سال هستن. بعد وقت کارش هم نشده هنوز، وقت خدمتش تمام کنه سر کار بره. چون از نظر من یکم هر کسی که میخواد زن بگیره باید کار داشته باشه، دوم زن. جوونی که هنوز کار نداره وقت زنگیریش به نظر من نیست.